میرم تا سرای شمالی 3 پیره یا 4 پیره نمی کوچه را تو دوره میزنیم تا 8 شام میه. پدری خانواده روز 100 یا 150 افغانی در آیسکریم فروشی کار میکنه. بعضی اوقات کارش میشه و بعضی اوقات نمیشه و بسیار مشکلات زیاد داره. حال جای نمیرم که از اولادای من اینجا اگه مردیم کل ما میموریم، اگه زنده بودیم کل ما زنده است. یکی شما روز 150 یا 80 یا 90 یا 100 افغانی کار میکنین، باز تو پوره میکنه، میتونی پوره کرده، چی میشه بالاخره باز؟ 100 روپیه زیر بکرام اندازه، اون 80 روپیه نان میگیریم، دونم بگم فامیل خدا اینقدر میمونیم که نموریم. علیمه جان چند سال هستی؟ 1 ساله. 1 سال هستی؟ 1 سال هستی؟ پدر 6 ساله میگه خودت 1 ساله؟ نه نمکه 36 سال عمرم است، نمک از یک تو گندم هم نداده. اینا تا شام 120 تا بار کنیم 120 روپیه در یکیش میمونه. به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما دوستان. آرزو میکنم که همه‌تان جور و صحت سلامت باشین. دوستای عزیز خوش آمدین. باز هم به برنامه مهربانی رشاد هاشمی در خدمت شما قرار دارم. البته در برنامه مهربانی طبق معمول ما همیشه در سراغ نیازمندایی هستیم که واقعا نیازمند هستند و کسایی که واقعا کار کردن نمیتونن و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارن. باز هم امروز ما در سراغ یک از خانواده‌ای آمدیم که واقعا مشکلات اقتصادی و همچنان مشکلات بیخانگی، مشکلات روز و روزگار، فقر بیچارگی و همچنان از بیکاری زیاد که دامنگیری خانواده شده و ما خواستیم که بیاییم با این خانواده ازشان پرسان بکنیم از روز و روزگارشان و بنیاد امید حیات که این خانواده را کمک کرده
بیم ازش پرسان بکنیم و همون مساعدت که از طرف بنیاد خیریه امید حیات شده به خانواده تقدیمشان بکنیم. امیدوار هستم که تا لحظات اخیر ما را همراهی بکنیم و چون شما در آغاز دیدین که پدری خانواده روز 100 یا 150 افغانی در آیسکریم فروشی کار میکنه، بعضی اوقات کارش میشه و بعضی اوقات نمیشه و بسیار مشکلات زیاد داره و دیگه همه گپا را ما دیگه نمیزنم و میخوایم که از خود پدری خانواده پرسان بکنم و قسم که شما در تصویر بینین دو طفل نازنین و یک طفلکشان هم در این خانواده تازه تولد شده که فکر بکنم 2 ماه یا 3 ماه است و من ازشان پرسان میکنم. امیدوارم که تا لحظات اخیر ما را همراهی بکنین و همچنان دوستایی که بیننده هستین، کسایی که ما را از چنل یوتیوب بنیاد خیریه امید حیات میبینین، تشکر فراوان میکنم از شما همچنان سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان نره و همچنان ما را حمایت بکنین، کامنت های مقولتان بگذارین ان شاء الله تا باشه که ما در برنامه آینده قسمی که شما دوست دارین برنامه را تقدیم شما بکنیم. در آخر سلام خدمت شما، خوب هستین برادر؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باشی، خوش آمدید در خانه ما. اسمم ما جاوید است. ما در شهر کابل آیسکریم فروشی میکنم. بسیار خوب. جاوید جان چقدر وقت است که مصروف کار آیسکریم فروشی هستی خودت؟ 4 ماه میشه. پیش از این چی کار میکردین؟ پیش از این مزدورکاری میکردیم یا میوه فروشی میکردیم. خوب بود، روزگار ما میچلید، مزدورکاری رو میکردی 400 میدادد. حالا که نه مزدورکاری است، نه کار است، نه بار است، در خانه کرویی هستیم دیگه. چی بگیم، روزگار خراب است. تنها از من که گیانه تو بگیم از زیادتر مردم از من کده شاید بدتر باشه. بیا خدا مهربان است. خب دی طول 4 ماهی که فعلا شما آغاز کردین یک کار جدید که آیسکریم فروشی میکنین، چطور از روز چند کار میکنین؟ روز 80 هم شده، 100 هم شده، 1.5 هم برابری تا 180 هم شده. و شما گفتین که ما در خانه کرایی زندگی میکنیم و این خب پرسان میکنم از پیش که چند کرا میتین؟ در خانواده چند نفر هستین؟ چند اولاد دارین؟ 3 فرزند دارم که دختر است، یکی خودم یکی خانمم، 5 نفر. 5 نفر هستین در خانواده و اینجا که زندگی میکنین چند کرا میتین؟ خانه چند اتاق است؟ این 2 اتاق است، یک تا هم دالیزش هست، هم آشپزخانهش هست، هم دالیزش. 2000 کرا میتون مانه 2000 کرا میتونی. این که شما روز 150 یا 80 یا 90 یا 100 افغانی کار میکنین، باز تو پوره میکنه؟ میتونی پوره کرده؟ چی میشه بالاخره باز؟ 100 روپیه زیر با کرا مندازه، اونو 80 روپیه نون میگیریم، دونم بگم فامیل خدا اینقدر میمونیم که نموره دیگه. باز همیشه یک همسایه هست، همون با ما نون روی میکنه یگان. بله دوستای عزیز، چقدر مشکل است و در شرایطی که فعلا در افغانستان ما زندگی میکنیم. به گفته برادر ما کار بار نیست و سابق روز 400 و 500 هم کار میکردن، البته مزدورکاری میکردین دیگه. ما گلکار بودم، 700 800 روزانه میشد، یعنی کارگر 400 بود، استاسکار که بود 800 ماش بود، با ما مترکی میگرفتیم یعنی 800 میداد و حال مزید گلکاری گپام نیست. چقدر خوب است وقتی که ما منیس یک انسان، منیس یک کسی که ما خودم مسلمان میگیریم الحمدلله، و خوب است که از در همسایه خودم باید از با خبر شویم. به خاطر از که وقتی که ما در یک خانه زندگی میکنیم و ببینیم که 4 اطراف ما همسایه ما نادار است و پول نداره، روزگار زندگیشون خیلی دشوار است و این که ما وقتی که با خبر شویم از همسایه خود، منیس یک کسی که مسلمان هستیم، بیاین کمک و دستیاری دراز بکنیم. شمایی که بیننده هستین اگر دوست داشتین که خانواده را کمک بکنین، با شماره واتساپ که روی اسکرین برنامه میبینین شما هم میتونین که تماس بگیرین و این خانواده را کمک بکنین. میشه برام بگین که شما 4 ماه میشه که مصروف آیسکریم فروشی هستین و پیش از این که شما دمی 5-6 ماه یا از وقتی که همین روزگار می رقم شما گلکاری میکنین یا پیش از یگان کارباری گپای دیگه میکنین شما؟ پیش از این نه، ما از اولم نده، یعنی دو دولت هم چیز نبودیم، دیگه نبودیم، نه اسکر بودیم نه دیگه بودیم. این کاری از اول شغل ماست، کاریگری میکرده. درسی گپا خو نخواندین شما؟ نه خیر، درسی گپا نخواندین. خب چطور است از خانواده‌ای که مثلا از برادرها و از خویش اقاربی گپا وقتی که میبینن روزگار شما قدر خوب نیست، اولایتون کمک و گپا میکنن نمیکنن؟ والا نه نمیکنن. ما اگر بگویم که از کمک دولت نخوردیم، ما خود بجای بود.
اونی نمکا در 36 سال عمرم است به من کسی یک تا گندم هم نداده. این از در قوم خیشم است. خب البته ندارن که نمیکنن، اگر داشته باشن باید بکنن. این بیادر از ما بدتر از موتروان است. حالا پروام نمیکنم، روز اردوش موتر نکشیده، موتر مردم. این روزگار یا نه تو که دی منطقه بیایید سعی کنی، روزگار خیلی مردم خراب است. راست میگین. خودتان از این عرسی شما چقدر وقت میشه؟ چند سال است که شما عرسی کردین؟ 7 سال میشه. 7 سال از عرسیتان میشه. جدا از که شما مثلا اگر این کارتان ادامه یا پیدا بکنه که روز ساعت 180 روپیه باشه، اتو تصمیم گپا خود ندارین که خدای نخواست از وطن برین یا مسافری گپا هم کردین یا نکردین؟ نه مسافری زیاد کردیم، قرص رفتیم. در دولت خود ما مسافر بودیم، ایران هم بودم، پاکستان هم بودم، یعنی مجرد بودم. حال جای نمیرم که از اولادای من میگه اگر مردم کل ما میموریم، اگر زنده بودیم کل ما زنده است. خدا نکنه خداوند عمر شما را درازتر داشته باشه و هیچ پدر و هیچ مادر از سای اولادشان کم نکنه. و میشه نام که خودت بگی؟ نام خودت چی است؟ علیمه جان. چند سال هستی؟ 1 ساله. 1 سال هستی؟ 1 سال هستی؟ پدر 6 ساله میگه خودت 1 ساله. خب علیمه جان مکتب یپا میخوانی خودت یعنی؟ صنف چند هستی؟ 02. او نام خدا. نام خودت نشکنه میتونی؟ خب دوست داری که داینده چی کاراشایی بخیر؟ این طرف کاملا سعی کن انتو میشه که واسه دوستا بینه. خب دوست داری که داینده چی کاراشایی بخیر؟ کالا. چی؟ کالا. خب برات کالا گرفته شه؟ خب خیر است. امی تفلکا کسایی که بینده عزیز دو چیز زیاد دوست دارن. یکی که ما همراهشان محبت بکنیم و با مهربانی و شفقت همراهشان رفتار بکنیم، و دوم دیگه می تفلکا به می گودی و به می لباسی که پا زیادتر علاقه دارن. خب حالا اینه دامه از بیتم که پدرجان برات کالا گرفته یا نگرفته؟ گرفته. خب بسیار خوب. چند جوره گرفته برات؟ 1 جوره. اینه دیگه یک شیرینی. حالا شیرینی کالایتون برام میتی یا نمیتی؟ میتم. خب چی میتی برام؟ کالا. خب کالا میتی. این همیشه عاشق کالا است و کالا رو. لباس زیاد دوست داری؟ خب بسیار خوب. و میشه برادر پر ما عجیب بگوین که اگر قرار باشه که این مسئله یا اسکریم و گپام نباشه، این که من فکر بکنم کسایی که اسکریم میگیرن از شرکت است. بله. باز شما را روزانه میته یا دانه میته، فیصدی میته، چی رقمی از کار شما؟ با ما دانه 1 روپیه میته، 1.5 روپیه میته یک تاش. این تا شام 520 تا بار کنیم 120 روپیه ده یکیش میمونه، 80 روپیه دیگهش 200. اگر نونو اون کل سودا نمیشه که سودا شوه، نصف روپیه میاره نمیخرن مردم. این 1 روپیه دویش میته، 1.5 روپیه دویش فیصدی. شما چند مجموع رو از چند تا چند کجا ساهای کاریتان چی رقم؟ ساهای کاری ما از 315 مبرایم میرم تا سرای شمالی 3 پیره یا 4 پیره نمی کوچا را نمت دوره میزنیم تا 8 شام میه. دوستای عزیز، ای که شما چون در تصویر دیدین و حالا خب فعلا عوام بسیار زیاد گرم شدن و ای که ما برادر ما را میبینیم در سرک و با مو یک کراچی پیمانه که میگردن کوچه به کوچه و صدا میکنن و یک اسکریم که هر اسکریم 1 افغانی بر شما فایده بله. و از 1 اسکریم 1 افغانی فایده و ای که 10 اسکریم سودا بکنه در روز یا 20 اسکریم و 20 افغانی 30 افغانی بسیار مشکل است که خداوند کمک بکنه. اگر شما هم دوست داشتین که خانواده را کمک بکنین، شما هم میتونید که روی واتساپ برنامه ما شما تماس بگیرین و این خانواده را کمک بکنین. تا بالا شده که از طرف بنیاد یا از کس واقعا دارا بوده بر خودتان کمک شد، کس از تا نوالی گپا میگیره نمیگیره؟ نه خیر، تا بالا هیچ کس نگرفته. غیر گفتم همیشه یک کمسایه است و نمو که ما این نان مان روی میکنه با ما خیر بینه خانه افشته شد دیگه کسی تا بالا نامده که بگویا این یک بشکه روغن بر تو این وکیلاز کلگی است، هر کس از خودم میگیره. خب دوستای عزیز، واقعا بسیار مشکل است که
در یک خانواده و خود آدم تنها باشه و ای که خانه کرایی خانم کرا باشه و مشکلات اقتصادی هم زیادتر باشه و ای که شکر الحمدلله یک گپ خوب است که طفلکای صحتمند است. بله بله صحتمند است طفلکم. سه تا دختر دارم، هر سهش شکر گوش شیطان کرده نیم دوا بگم. خدا را شکر. خب میشه بر ما بگین که شما در این منطقه زندگی میکنین، تا بالا از کدام بنیاد از کسی از خانواده‌ای بر شما تو کمکی که پا شده نشده؟ نه نشده تا بالا ده نمک وقت کسی پرسانم نکرده از ما و من تشکری میکنم از بنیاد خیری امید حیات که ما را در راه گیر کرد در کراچی، ما را کمک کرده. برای ما ازشان تشکری میکنیم. خانواده ما خوش ساخته، عید بود، یعنی ما در خانه می چیز نداشتم بیادرم واقعیت بگویم. این دی کراچی دیگه 80 روپیه من چی بخرم. تشکری میکنیم از بنیاد خیری امید حیات که ما را کمک کرد. سلامت باشین، زنده باشین. ای که دوستای عزیز، ما از بنیادایی که واقعا اگر میخواین یک خانواده را کمک بکنن کوشش بکنین، کسایی که مستحق هستن و کسایی که نیازمند هستن و ما این وظیفه همه ما شما هست. کسایی که اگر واقعا میفهمیم که با امی پولی که در جیب خود داریم که یک خانواده را حداقل یک چاشت و یک شبشان نمیشه، بیاین دست یاری دراز بکنیم و همین خانواده را کمک بکنیم. و هزار سپاس میکنیم از بنیاد خیری امید حیات که خانواده را مواد ارتزاقی کمک کرده و ما هم مواد ارتزاقی که بنیاد خیری امید حیات با این خانواده کمک کرده مورد تقدیمشان میکنم. هزار سپاس میکنم از شما دوستایی که تایید ما را همراهی کردین. سلامت باشین، زنده باشین. امیدوارم که در برنامه مهربانی ما همیشه کوشش میکنیم که چیزای متفاوت و خانواده‌ای که واقعا نیازمند هستن به معرفی بگیریم و همراهشان کمک و همکاری بکنیم. هزار سپاس میکنم از شما دوستایی که ما را حمایت میکنین و کوشش بکنین که همیشه ما را حمایت بکنین تا باشه که برنامه خوب تقدیم شما بکنیم. در اخیر اگر کدام پیام داری خاص داری میشه برام بگین. پیام مینمیز که در افغانستان آرامی باشن تا کلگی دیگه لغمن نان سیر باشه دیگه هیچ چیز نمیخوایم. ما سلامت باشین، چیز نمیخوایم، به مردم خود کمک کنن. زنده باشین، بخیر باشین. سپاس فراوان میکنم از برادر ما و از این خانواده و امیدوارم دعا میکنیم که از این حالت از این روزگاره که این خانواده داره دیگه این یک روز نداشته باشن و امید به خدا داریم. و باز هم هزار سپاس میکنم از بنیاد خیری امید حیات که این خانواده رو کمک کرده و این بود برنامه مهربانی این هفته ما. تا برنامه بعد شما از بالای یک تماس بارم. وقتتون خوش، اوقاتتون خوش. همیشه بیننده برنامه ما باشین و همچنان سابسکرایب بدید میز گلایتان و همچنان نظریات انتقادات منتظرشان هستم که شما کامنت بتین، نظریاتتان بتین تا باشه که ما برنامه خوب تر تقدیم شما بکنیم. خدا نگهدار همتون. وقتتون بخیر.